در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. ادامه آیه بیان میکنه اونهایی که رفتن در این ماه حرام با کفار جنگیدن، الله سبحانه تعالی اونا رو بخشیده. ان الذين آمنوا، هر کسانی که ایمان آوردن و کسانی که هاجر و هجرت کردن و جاهدوا و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله، اینا مهاجرین بودن وقتی که در راه الله جهاد کردن. اولئک یرجون رحمت الله، آن گروه امیدوارن به رحمت پروردگار عالم. والله غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربانه. اینا که نمیدانستن که این ماه حرام داخل شده، هدف اینا و نیت اینا جهاد بوده، هدف اینا وقت جهاد بود و مبارزه بود با دشمن، الله سبحانه تعالی برای از اینا بخشنده و مهربان هست. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. حکم دیگر از احکام ابواب البر بحث شراب و قمار هست که بیان میشه. در آیات گذشته از مال و جان بحث شد. انفاق، یسألونک ماذا ينفقون، انفاق. بعدن کتب علیکم القتال، مال دادن و جان دادن. در این آیات بحث از شراب و قمار بیان میشه، بخاطری که شراب نابود کننده عقل، شراب نابود کننده عقل که نابود شد جانم بکار میاد دیگه. جان بی عقل ارزش داره، بدن بی عقل ارزش داره؟ ارزش نداره. و از مال که بیان شد، چون شراب گفتیم نابود کننده عقل، قمار هم نابود کننده ماله. این ربط این آیات با آیات گذشته هست. صحابه بعضی آمدن به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، در ابتدا از شراب سوال کردن. در دوران جاهلیت شراب آنقدر رواج داشت مثل که بلاتش بید. امروزه ما و شما چای چقدر رواج داره، مهمانی میایه برایش چای میاریم، هر انسان روزانه چقدر چای می نوشه و استفاده میکنه. در دوران جاهلیت بالاتر از چایی که امروز ما و شما استفاده میکنیم، دوران جاهلیت از شراب استفاده میکردن. اینقدر شراب نوشی بود در دوران جاهلیت. ولی انسانهای عاقل در دوران جاهلیت هم از شراب استفاده نمیکردن. مثل عبدالمطلب جد رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ شراب ننوشید. عبدالله پدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ شراب ننوشیدن. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، اینها شخصیت هایی هستند که به دوران جاهلیت تا حتی بت پرستش کردن اما شراب ننوشیدن. از حضرت ابوبکر صدیق نقل شده که برایش گفتن که ای ابوبکر چرا شراب نمی نوشی؟ گفت من نمیخواهم روز سردار قوم باشم، شب دیوانه کوچه و بازار باشم. نمیخواهم روز مرا بگن که این بزرگ قومه، شب دیوانه به کوچه بگردم. این را نمیخواهم. عبدالمطلب انسان شرابخور به دوران جاهلیت به همسایگی خانه خورا نمیداد. عقل داشت، فکر داشت، از فکر خود استفاده میکرد. در این آیه مبارکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط به شراب سوال میکنن. یسألونک
عن الخمر، سوال میکنن میپرسن از تو از حکم شراب و المیسر و از قمار، اینا چی حکمی داره؟ آمدن پرسان کردن که این همه شراب نوشی، این همه قماربازی چی حکمی داره؟ در ابتدا قل بگو فیهما، در این شراب و قمار اسم کبیر، گناه بزرگیه، ولی در کنار گناه بزرگ و منافع للناس، منفعت هم داره، نفع هم داره، فایده هم داره، اما و اسمهما اکبر من نفعهما، گناه این دو بزرگتر از نفع از این دوتایه. نفع داره اما گناه بزرگتر و عظیمتر هست. ارتباط به تحریم تدریجی خمر یا شراب در اسلام به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. در ابتدای اسلام سوال کردن از شراب، قرآن اشاره میکنه که بگو شراب گناه عظیم و بزرگیه، قمار گناه عظیم و بزرگیه، ولی نفع هم دارن این دوتا، اما گناه اینا عظیمتر و بزرگتره. این ابتدای آیه، این آیه منسوخه، این آیه نسخ شده. به کدام آیه؟ روزی جمعی از صحابه در یک خانه نشسته بودن، شراب هنوز قطعی حرام نشده بود. وقتی این آیه نازل شد، انسانهایی که از عقل سلیمی بیشتر و بیشترتر برخوردار بودن در نزول این آیه دست از شراب کشیدن، اما عده شراب میخوردن، حرام نبود، هنوز که قطعی حرام نشده بود. روزی جمعی از صحابه یا بعضی از صحابه در یک خانه نشسته بودن، بعد از صرف غذا یکی دو نفر از صحابه شراب نوشیدن، شراب هنوز حرام نشده بود قطعی. وقت شراب نوشیدن وقت نماز شد، امام پیش نماز وقتی که شد، امام رفت به محراب یا بالاخره به همان خانه‌ای که بودن، شروع کرد سوره فاتحه خوان. در رکعت اول سوره کافرون خوان، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. عوض لا اعبدو گفت اعبدو، خیلی تغییر فاحشه. عبادت نمی کنیم گفت عبادت می کنیم. خبر به حضرت عمر رسید، حضرت عمر آمدن به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله به این حالت رسیده که بعض انسانها شراب می نوشن، قرآن را اشتباه می خوانن. آیه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به فکر فرو رفتن. آیه بعدی نازل شد، یا ایها الذین آمنو، جزء 5 سوره نساء، ای مسلمان ها، یا ایها الذین لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. ای مسلمان ها، شما به نماز نزدیک نشین وقتی که مستین، وقتی که شما در حالت سکر، بیهوشی و مستی قرار داریم، شما به نماز نزدیک نشیم تا اینکه بفهمیم شما چی میگیم. این دومین آیه به تحریم شراب نازل شد، بازم قطعی نشد. اول نازل شد که شراب گناه بزرگی، منفعت داره. آیه دوم نازل شد که شما اگر شراب میخوریم متوجه باشین که نزدیک نماز نباشه. یعنی مثلا نماز ظهر ساعت 1، اگر شراب می نوشیم ساعت 10 بنوشیم. خب حکم سوم، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مجلس نشسته بودن، باز خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که در جمعی یا یک دعوت و میهمانی جمعی از صحابه نشسته، یعنی یکی از جوانان در او مجلس شراب نوشیده و در اثنایی که شراب نوشیده بود مست و لایعقل شده، به اصطلاح فک شتر، یک استخوان غلیظ شتر در دسترخوان بود. این بر میداره بر سر حضرت سعد ابن ابی وقاص میزنه، سر این صحابه میشکنه و خون جاری میشه. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. رسول الله دستان خود را وقتی خبر رسید بالا کردن، گفتن اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. خدایا پروردگارا یک حکمی از این شراب برای ما نازل کن که خوب واضح و شفاف باشه. دستار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بلند بود، هنوز پایین نشده بود. جبرائیل علیه السلام آمد، آیه سوره مائده در جزء 7 رکوع اول نازل میشه، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله اکبر. این آیه مبارکه به تحریم قطعی شراب نازل میشه. که همانا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یه پلیتیه، زشته، نجسه، من عمل شیطان، یه از عمل شیطان. حالا ایمان صحابه رو ببینیم. ایمان صحابه که تا دیروز حکم قطعی نیامد شراب می نوشیدن، صحابه شراب می خوردن. دوران جاهلیت مثل که گفتیم که آب انسان بنوشه شراب می نوشیدن. بعد از نزول این آیه مبارکه کوچه های مدینه شراب برداشته بود. از نودونه های خانه در تاریخ و روایات میاره که شراب سر کرده بود. هر کس به خانه خود اگر کوزه شراب داشت، اگر مشک شراب داشت، اگر بالاخره ظرف شراب داشت، جا در جا همه شکستن و به هم ریختن. این ایمان صحابه است. تسلیم بودن به حکم خدا، تسلیم بودن. ولی بعد از 1400 سال امروز بعض انسان‌های بدبخت دست به شراب و لب به شراب، به این عمل زشت میزنند. وقتی که حضرت انس رضی الله عنه حال یک صحابه رو بیان میکنه، بستیان که صحابه رضی الله تعالی عنه بودن، خدا از اونها به مفت راضی نشده، خدا از اونها به سادگی نبوده که از اونها راضی بشه. صحابه یعنی حضرت انس روایت میکنه حال یک صحابه رو بیان میکنه. یک صحابه رفته بود بیرون از مکه مکرمه، بیرون از مدینه منوره، کاروان بزرگی، تجارت بزرگی شراب آورده بود. 70 شتر شراب بار کرده بود این صحابه. این که نزدیک مدینه منوره رسید، خبر شد که شراب حرام شده، تحریم شده. کاروان بیرون از مدینه توقف داد، گفت شیء احرام نباید به شهر رسول الله بره. آمد به محضر نبی مکرم اسلام، با عرض و ادب نشست، گفت یا رسول الله، من کاروان 70 شتر شراب بار داره، نزدیک مدینه هست، من چه کار باید بکنم؟ رسول الله فرمودن اونها را بیرون از مدینه بریزان به زمین، همه را بالاخره از بین ببر. این صحابه می آید، تمام سرمایه اش 70 شتر شرابه، همه به زمین میریزه، ظرفای شراب را میشکنه و اون مشکهای شراب را از بین میبره، بدون سرمایه، با دست خالی، به عنوان یک فقیر وارد مدینه منوره میشه. این کار صحابه‌ای که تا دیروز شراب میخورد، امروز که حکم قطعی ثابت شده چنین حالتی داره. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، زان که باشد در نوشتن شیر. حضرت علی کرم الله وجهه میفرمایند اگر قطره شراب در چای آب بیفته و آن چاه آبش بخشکه، چای آب، قطره شراب داخل چاه افتاد و آب بعد از مدتها آبش خشک شد، بعداً بالای این چاه یک مناره بزرگ بسازند، به خاطر که این مناره بلند باشه و از بلند اون مناره صدای اذان بلند بشه تا انسانها صدای اذان رو بشنوند. حضرت علی کرم الله وجهه می فرمایند هرگز با اون مناره بلند نمی شوم و صدای اذان رو بلند نمی کنم. ببینید یک قطره شراب، این قول حضرت علی کرم الله وجهه هست. در جای دیگر حضرت علی می فرمایند علی مرتضی اگر بشنوم، خبر شوم که در یک چشمه آبی یا در اطرافها به اصطلاح
قرخ که میگن جای آب ذخیره میشه، اگر بشنوم در یک دشتی که آب ذخیره شده و قطره شراب در او ذخیره‌گاه آب افتاده باشه، بعد از مدتها او آب بخشکه، به زمین فرو بره و از جای اون آبها علف برویه، هرگیز شتر خود را اجازه نمیدهم که از او علف بخوره. چقدر این بزرگان دین تسلیم قول خدا و پیامبر بودند. خلاصه چون بحث ارتباط به یسألونک عن الخمر و المیسر بحث از شراب و قمار هست، حالا وقتی در این آیه گفته که و منافع للناس، نفع هست، منافع هست، حالا مقایسه میان مفاسد و منافع شراب و سایر مواد مخدر یک اشاره مختصری میکنیم. منافع داره، مفاسد هم داره. در آیه‌ای که میگیم نفع داره، دانشمندان اسلامی تحقیقاتی که کردن و تا حتی دانشمندان غیر اسلامی که از روی تجربه، دانشمندان غیر اسلامی که شراب نوشیدن، بعد از نوشیدن و بعد از تجربه ارتباط به اضرار و مفاسد شراب چیزهایی را نوشتن، برای ما بیان میکنن. منافع، نفع شراب چیه؟ 3 چیزه. شراب چند فایده داره؟ و سایر مواد مخدر چند فایده داره؟ 3 فایده زودگذر. 3 فایده زودگذر. چند ضرر داره؟ چند مفاسد داره؟ به طور خلاصه بعضی از دانشمندان بیان کردن که 32 ضرر داره. 3 فایده زودگذر، 32 ضرر به جا مانده. حالا خودت ای انسان فکر بکن، 3 فایده زودگذر بهتره یا 32 ضرر جا مانده که به جا بمانه؟ فایده اول شراب که زودگذر هم هست، احساس لذت و نشاط فوق‌العاده در حین مصرف آن. انسانی که شراب می نوشه در لحظه‌ای که می نوشه لذت می بره و در حالت نشاطی قرار داره. فقط وقتی که نوشید این لذت و این نشاط میگذره، زودگذره. فایده دوم، به وجود آمدن نیروی عجیب. خیلی از اشخاصی که معتاد شدن به مواد مخدر اشخاصی بودن که بیچاره ها گریه میکردن، میگفتن ما سر کارهای شاقه بودیم، هم نشینهای بد به ما میگفتن بگیر یک دود بزن جسم قوی پیدا میکنی. 4-5 روز یک دود زدم، جسم قوی پیدا شد، جسمی برای من آمد که نه قوت ما نه زور، نه ایمان نه غیرت. پس این فایده دومش، به وجود آمدن نیروی عجیب و غریب اما زودگذر. سوم، به جریان افتادن آزادتر خون در شریان ها که باعث میشه مدت چهره چه کار میشه؟ خوب گلگون میشه، چهره خوب نشاط داره، چهره خوب به اصطلاح بگم حالت عجیب و غریبی به خود داره و جسم فربه میشه. اما زودگذره. این 3 فایده زودگذر. بعضی از مفسرین هم میفرمایند که منظور از منافع للناس منفعت مادیه. کسی که شراب تیار میکنه فقط نفعی و همونه که بخواه فروش میرسه و مال و سرمایه به دست میآید. حالا بیاییم که چون وقت هم رو به آخر رسیده سریعتر بگذاریم، حالا این فایده های زودگذر رو شنیدیم، منافع للناس که قرآن میگه، دانشمندان تحقیق کردن. حالا اضرار و مفاسد شراب و مواد مخدر، دانشمندان به طور خلاصه و فشرده بیان کردن که اول به طور مجمل ضرر دینی داره، ضرر عقلی داره، ضرر جسمانی داره، ضرر روحانی داره، ضرر مالی داره و ضرر اجتماعی داره به طور مجمل. حالا یک مفاسد دینی از این چیه؟ انسانی که شراب می نوشه، انسانی که به مواد مخدر و سایر مواد مخدر که رو میاره، اول مفاسد چی؟ مفاسد دینی.
8 تایه. مفاسد دینی، ضررهای دینی انسان شرابخوار، انسانی که به مواد مخدر رو میاره. اول مفاسد دینی چیه؟ ترک نماز، انسان شرابخور نماز نمیخوانه. دوم ترک ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب، از یاد خدا محرومه انسان شرابخوار و انسانی که آلوده به مواد مخدر میشه. ترک سایر عبادات، انسانی که آلوده به شراب و مواد مخدر میشه. چهارم افسرده شدن جسم افسرده میشه. درسته یک بسیار زودگذر چهره گلگون میشه، فردی میشه، چاق میشه، اما در نتیجه جسم افسرده میشه و نتیجه افسردگی جسم سلب توفیق عبادات و اعمال صالحه. دیگه خلاصه که انسان شرابخوار و انسانی که به مواد مخدر رجوع کرده او چه کار کنه؟ به اعمال صالحه بیایه و اعمال صالحه رجوع کنه. پنجم افسردگی روحی پیدا میشه. افسردگی روحی که پیدا شد در نتیجه محروم شدن از مقامات معنوی میشه. از مقامات معنوی انسان دیگه، مقام معنوی اینه که از نماز انسان لذت میبره، از روزه لذت میبره، از صدقه دادن لذت میبره، از احترام به بزرگان و مشفق بودن به خردسالان انسان خلاصه از عبادت لذت میبره. این انسان لذت عبادت از او سلب میشه. ششم افسردگی عقل، همیشه خسته عقلش، خسته. هفتم ضعف ایمان به او پیدا میشه. اینا همه توضیحات زیادی داره، چون وقت به ما اجازه نمیده سریعتر میگذاریم. ضعف ایمان، رسول الله میفرمایند به کامی که، به زبانی که، به دهنی که قطره شراب بچکه تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. تا 40 روز نمازش قبول نمیشه تا او دهن پاک بشه. هشتم عدم قبولیت دعای انسان شرابخوار قبول نمیشه. مفاسد عقلی 7 آیه. اینا که مفاسد دینی بود. مفاسد عقلی 7 آیه. چی ضرر در عقل داره؟ یک، نابود شدن عقل. شراب عقل را نابود میکنه، این بزرگترین نعمت خداوندی را نابود میکنه. دوم از دست دادن قوای عقلی که در وجود اینها انسان از دست میده. سوم جنون و دیوانگی. چهارم مبتلا شدن به مرضهای عصبی و روانی. پنجم شراب در بدن جذب نمیشه، یک شیء زیادی در بدن رفت که مزاحمت میکنه در وجود. ششم شراب موجب سفت شدن و سخت شدن رگهای بدن میشه. وقتی رگها سخت شد و سفت شد باعث چی میشه؟ امراض مختلف میشه. امراض مختلف هم امراضیه که حالت سکته و بالاخره حالتهای گوناگون. هفتم بی‌حیایی به بار میاره. اینها مفاسد عقلی شراب و سایر مواد مخدر بود. مفاسد جسمانی 7 آیه. چیه؟ معده را خراب میکنه. شراب معده از بین میبره. دوم اشتها از وجود انسان گم میشه. سوم چهره تغییر میده. مفسرین میفرمایند که چهره انسان شرابخوار اگر زیاد اصرار بورزه از چهره خوک هم پستر میشه. به مرور زمان چهره از چهره، یعنی انسانهای مؤمن و متقی اگر چهره خوک رو ببینن آنقدر بد نمیبرن که چهره یک انسانی که به شراب مداومت بورزه از او چهره بد میبرن. چهره کثیف میشه. چهره خلاصه به گناه و معصیت وقتی رشد کنه چهره به خود میگیره که چهره خطرناکه. چهارم شکم ورم میکنه بدون اینکه انسان غذا بخوره، آب بنوشه، از اثر شراب نوشی شکم ورم میکنه. این مفاسد جسمانی هست. پنجم قوای عامه ضعیف میکنه. قوت دست، پا، چشم، گوش، تمام اعضای بدن قوای عامه ضعیف میکنه. ششم اعضای رئیسر فاسد میکنه، قلب فاسد میکنه.
و جیگر فاسد میکنه و غیره. هفتم به وجود آمدن امراض مهلک از اثر زیاد شراب نوشیدن، به مرض سرطان دچار شدن، به مرضهای سکته و بالاخره فلان و فلان. اما باز یک نکته متوجه باشیم، بعضی انسانها در جامعه سرطان هستند، بعضی انسان سکته میکنن، ولی قطعا به شراب بر علاوه که دست نزدن ندیدن، این مرض سرطان و این سکته با جام شهادت داره. این مریضی کسی که سرطان میشه و سکته میکنه شهید میشه، اما انسانی که از اثر نوشیدن شراب دچار مرض سرطان و سکته بشه، بر علاوه که شهید نمیشه بسیار مرگ خطرناکی داره. مفاسد روحانی انسان که شراب می نوشه، اول نور ایمان از او سلب میشه، نور ایمان در وجودش نیست. دوم انسان را بیدین میکنه. سوم روح پاک انسانی در ردیف روح کثیفترین حیوان که خوک قرار میده. چهارم خطر سلب ایمان به وقت موته. انسانهایی که زیاد به شراب عادت دارن و شراب می نوشن، رسول الله میفرمایند در اثنای نوشیدن شراب ایمان از سر اینا جدا میشه. اگر مرگ در اون لحظه به سراغشان بیایه، خطر اینه که سلب ایمان و از دنیا بی ایمان برن. چهارم خطر سلب ایمان در وقت موت. پنجم روح انسان شرابخوار در عالم برزخ به بدترین شکل میآید و او را آزار میده. روح انسان شرابخوار داخل قبر میآید، بسیار به حالت وحشتناک او را آزار میده. میگه تو کی هستی؟ میگه من روح خبیثه تو هستم که مرا به شراب تغذیه کردی. ششم روح شرابخوار به عالم بالا، یعنی به طرف خداوند حرکت نمیکنه، به طرف بالا نمیره، به اسفل و سافلین میره. هفتم بدبویترین جای جهنم جای انسانهای شرابخواره. بدبویترین جای جهنم جای انسانهای شرابخوار اگر توبه نکرده باشند. ولی خوشا به حال کسی که شراب خورده الان توبه کنه، خوشا به حال کسی که قمار زده و توبه کنه، و خوشا به حال کسی که گناه و معصیت کرده و توبه کنه. الله سبحانه و تعالی چی دروازه داره؟ میگه شراب خوردی؟ بیا دروازه مرد در بزن. قمار زدی؟ بیا دروازه مرد در بزن. بی‌حجابی کردی؟ بیا دروازه مرد در بزن. تمام جامعه به چشم نفرت به تو میبینه، بیا که ما تو را به آغوش رحمت بگیریم. بدا به حال کسانی که شراب نوشیدن و بدون توبه از دنیا رفتن. خوشا به حال کسانی که ندانسته شراب نوشیدن و تصمیم توبه میگیرن و قطران اشک میریزانن و ندامت و پشیمانی را به درگاه الله پیش میکنن که ای الله ما ندانستیم و نمیدانستیم و خبر نداشتیم، و الان توبه میکنن. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. انسانی که توبه میکنه اصلا گویا که هیچ گناه نکرده. این دروازه توبه هست. سروران عزیز و بزرگوار، مفاسد مالی مثل روز واضح و آشکاره. کسی بره پول بده شراب بخره، چیز واضح و آشکاره، میره چی میخره؟ کتاب های فقه می‌نویسه، میگه اگر داخل چای آب قطره بولی چکید چی حکم داره و اگر قطره شراب چکید چی حکم داره؟ هر دو یک حکم داره. کسی هست که به بازار پول بده بول بخره و بنوشه؟ کسی هست انسان عاقل هست پول بده سرمایه بده بول بخره و بنوشه؟ حکم شراب و بول یک حکمه، هر دو نجسه. رجس من عمل شیطان گفته شده، اما بول تا حتی من عمل شیطان گفته نشده. شراب من عمل شیطان گفته شده. مفاسد مالی مثل روز روشنه، نیاز به توضیح نداره. مفاسد اجتماعی 4 تایه که به طور خلاصه اشاره میکنم. ضررهای اجتماعی شراب و سایر مواد مخدر. اول اختلاف و کینه‌های دامندار. قرآن چی میگه؟ انما یرید الشیطان
این اراده شیطان که داره، انما یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان اراده داره که به وسیله شراب و قمار بین جامعه عداوت بیاره، اختلاف بیاره. انسانی که شراب می نوشه نتیجه و ثمره اینه که جامعه رو به اختلاف میندازه. انسانی که قمار میزنه جامعه اختلاف میندازه و اختلاف ها و کینه های دامنه‌داری از این خلاصه به جا میمانه. دوم، وقتی که اختلاف بیایه چی ضرر داره؟ وحدت از جامعه دور میشه، انسجام دور میشه. وقتی که در جامعه وحدت و انسجام نباشه و از اثر شراب و قمار بی‌حیایی به وجود بیایه، در جامعه که وحدت نباشه، انسجام نباشه، بی‌حیایی هم به اوج خود برسه، او جامعه دیگه چگونه جامعه هست؟ از او جامعه میخوایم چی بسازیم؟ پس این ضررها و مفاسد مالی چی هست؟ شراب و سایر مواد مخدر هست. سوم، واضح شدن اسرار پنهانی. انسانی که شراب می نوشه خیلی چیزهایی که باید نگه به زبان میاره، خیلی چیزهایی که باید او اصرار فاش نکنه فاش میکنه. وقت فاش کرد چی عواقبی داره؟ چهارم، خلاصه رسول الله میفرمایند ام الخبائث، مادر همه پلیتی ها شراب، مادر همه زشتی ها شرابه. همه زشتی ها به جامعه شراب به وجود میاره، همه پلیتی ها شراب به وجود میاره، همه بی‌غیرتی ها شراب به وجود میاره. اینه که رسول الله میفرمایند ام الخبائث شراب هست. خلاصه وقت ما تمام شد سروران عزیز و بزرگوار. شراب و سایر مواد مخدر اینا چی هن؟ انسانیت در تهدید میکنن، نه تنها مسلمان ها، انسانیت در تهدید میکنن. جامعه ای که در اون جامعه شراب و سایر مواد مخدر رواج پیدا کنه، انسانیت در تهدید میکنه. همه جامعه باید پریشان زندگی کنن، همه جامعه باید مضطرب وحشتناک زندگی کنن، چون اینها انسانهای مغرض، انسانهای مفسد دست به هر کاری میزنن، به هر جنایتی میزنن. پس شراب انسانیت را تهدید میکنه. تلاش دشمنان امروز چی هست؟ چند سال پیش من یک مجله خوانده بودم. مجله نوشته بود که برای از بین بردن جامعه اسلامی لازم نیه که از بم استفاده بشه، لازم نیه که از کروز استفاده بشه، لازم نیه که مسلمان ها رو قتل عام کرد. با این نتیجه رسیدن گفتن از چی استفاده بشه که اثرش بالاتر از بمب و اتم و اینها باشه؟ دو چیز گفتن بین جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. خدا ما و شما رو نجات بده، خدا ما و شما از این مکر و حیله دشمنان در حفظ و امان خود داشته باشه، مکر و حیله دشمنان را به سوی خودشان بر بگردان. دو چیز باعث ویرانی امت اسلام میشه که از بم و اتم هم مؤثرتره. این دشمنا به این نتیجه رسیدن. یک، پیاله شراب. به جامعه اسلامی گفتن شراب ترویج بدیم، خود جامعه از بین میره. دوم، زنان رقاصه و لخت و برهنه. این دو چیز رو متوجه باشیم که امروز دشمنا خیلی کار میکنن. به جامعه اسلامی ترویج شراب و ترویج فحشا و زنها را لخت و برهنه و نیمه برهنه. این چه کار میکنه؟ این مؤثرتر از بم و اتم و کروز برای ویرانی امت اسلامی. مسلمان ها باید شعور اسلامی داشته باشن. الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما شعور اسلامی عنایت بفرماید که متوجه باشیم، خواهر و برادر متوجه باشه. بی‌حجابی به نفع ما نیست، شراب به نفع ما نیست، قمار به نفع ما نیست، مواد مخدر به نفع ما نیست، اختلاف به نفع ما نیست، ترویج فحشا و منکرات به نفع جامعه اسلامی نیست. اینا همه به ضرر مسلمان هاست. اینها را دشمنان اسلام سرمایه گذاری میکنن. عزیزان من،
مؤسساتی هستند که میلیون ها دلار خرج میکنن تا خواهر من و تو بی‌حجاب بشه و برادر من و تو شرابی و خلاصه معتاد بشه و جامعه من و تو به فحشا و منکرات آلوده بشه. این است عزیزان من، ما باید بیدار باشیم، ما باید شعور اسلامی داشته باشیم. به دوران جاهلیت حضرت ابوبکر صدیق شراب نخورد، از عقل خود کار گرفت. یک لحظه انسان بنشینه و فکر بکنه که چی به نفع ما هست و چی به ضرر ما. الله سبحانه و تعالی او انسانهایی که تا به حال نمیدانستند و به شراب و قمار آلوده بودن، الله ایشان را هدایت بفرماید. خدایا پروردگارا، جوانانی که به مواد مخدر آلوده شدند، که فامیل ها رنج میبرند، پدران و مادران رنج میبرند، اقوام و خویشاوندان رنج میبرند، ای الله از شفاخانه عاجل خود خدایا این عزیزانی که آلوده به مواد مخدر شدن، خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا پروردگارا، کسانی که در جامعه اسلامی ترویج فحشا و منکرات و به خاطر ترویج فحشا و منکرات کار میکنن، یا الله آنها را هدایت کن، یا الله هدایت کن. خدایا اگر قابل هدایت نیستن، محو و نابودشان بگردان. خدایا بر همه ما اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. خدایا کسانی که وطن ما را تخریب میکنن، خدایا کسانی که فکر و مفکوره ملت ما را تخریب میکنن، خدایا کسانی که فکر و مفکوره و جسم مبارک ملت ما را آلوده به شراب و قمار و زنا و اعمال زشت و ناروا میکنن، خدایا ایشان را هدایت کن. خدایا اگر قابل هدایت نیستن، خار و ذلیلشان بگردان. خدایا پروردگارا این جمع را سرفراز و سربلند داشته باش. خدایا پروردگارا کسانی که در بین ملت تخم نفاق میکارن، خدایا دستان منافقین را از سر ملت کوتاه بگردان. خدایا بر همه ما انسجام و همبستگی عنایت بفرما. خدایا کسانی که ملت ما را تخریب میکنن، وطن ما را تخریب میکنن، خدایا هدایتشان کن و اگر قابل هدایت نیستن، محو و نابودشان بگردان. خدایا پروردگارا با این جمع ایمان قوی عنایت بفرما. خدایا پروردگارا بر همه ما ایمان قوی عنایت بفرما. خدایا پروردگارا خواهران و مادران و همسران ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا کسانی که به خاطر بیداری جامعه و اصلاح جامعه کار میکنن، خدایا ایشان را با عزت خدایا تعالی و ترقی را نصیبشان بگردان. خدایا پروردگارا دستان مغرضین از سر این ملت کوتاه بگردان. خدایا پروردگارا همه خواهران را با حجاب اسلامی داشته باش. خدایا پروردگارا اونهایی که نمیدانن، خدایا شعور اسلامی عنایت بفرما. خدایا پروردگارا این درس تفسیری که میدیم، خدایا آنچه که گفتیم و شنیدیم توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا این جمع را سرفراز و سربلند داشته باش. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام. خدایا پروردگارا اسرا درخواست دعا نمودن، عزیزانی که به تهمت ناحق افتادن و به زندان رفتن و در قید اسارت قرار دارن، خدایا پروردگارا آنها را از قید اسارت نجات بده. خدایا پروردگارا مسافران را صحیح و سالم به خانه و کاشانهشان بر بگردان و همه مریضان را شفای عاجل عنایت بفرما. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین.